جناب آقای صاحب خیرالله، اینمی شما نمی اولادی که در اینجا زیر سیلاب دیگه غرق است اینا را معرفی که اینا از کی هستند صاحب؟ اینا جناب یکی سرور با کل جمع فامیلش است، یکی بشیر با تمام بچه ها فامیلش است، یاسیب الله رحمتی محمد با تمام فامیلش است، ای بچه های حاجی صاحب کریم ای دتش بازار و بشیر میگه با تمام فامیلش است، بچه های مرحومی خالمتی دارای دبن است با تمام فامیلش است، ای گوا با تمام فامیلش است، ای زاکر با تمام فامیلش است، ای حافظ برادر داوود تا با شمول خود داوود با تمام فامیلش است. دیگه تقریبا به تعداد 50-60 خانه تخریب شده، به تمام اموال و چیزی که داشت ای بین رفتگی. تشکر از این خانه دیگه خانه‌ای که زیر از کی از کی سرور است نه صاحب؟ این خانه‌ای که زیر قم رفت و گم شده سرور است نه؟ یا سرور است که بس دم زیر سیل غرق است. این خانه‌ای که است ای بشیر است که امسال بچه‌ش نگاه کرد اینو ما اگم تیکه پرده را هم چخت خانه میگیرن و بس یه چیزی هم اگه ای بین تمام چوب چیزی که داره ابا این رفتگی. ها تشکر جناب آقای صاحب، تشکر. هر نمی مشکلات و بلا را الله آورده، ما شما الله کمک می‌خوایم که پروردگار خودش پس رفع کنه و غم ملت مظلوم الله بخره. این دریای علمی چیزا که بم پرداخته دریا است که هوای کلوک بم پرداخته. این قایره را فعلا تقریبا 50 خانه زیر تهدید است که سیلاب دبده اینا را شاید تخریب کنه و از بین ببره. امی آب خیزی است. امی آب گشت طرف خانه گشت دم آب کمل یا بم پرداخته خانه‌های مردم دیگه مکمل آب دبده میبره دیگه. خداوند خودش نجات بده. از جامعه جهانی خصوصا از جامعه کسانی که کمک و مدد به حاصل زدگان میکنن متوجه شوند که دبده به مردم دیگه زندگی چیزی باقی نمونده و هم نمیمونه.